ای کاش رسانه ها صحبت امروز مرا به گوش همه مسئولین افغانستان برسانند، به گوش زعیم و رهبر این سرزمین در شرایط فعلی جناب شیخ هبت الله زاده و همه مسئولین برسانند و اینا توجه کنند. ما هم به عنوان فرزند این سرزمین از رنج این سرزمین رنج میبریم و در امنیت و پیشرفت این سرزمین تلاش میکنیم و حضورمان را یک جهاد مقدس در این کشور میدانیم. من برای این صحبت نمی کنم که یک وقت را پر کنم. واقعا دوست دارم افغانستان سربلند باشه، افغانستان فقیر نداشته باشه، افغانستان دشمنی نداشته باشه، ناامنی نداشته باشه. هزاران جریب زمینی که ما داریم اینا در تحت کار قرار بگیره، خب طبیعیه، هم درآمد داره، هم افراد زیادی به کار میرسن. خب اینا نتیجه کار خودشان میخورن. با کمک خارجی که کار زندگی مردم بر هدف نمیرسه، راه نمیفته. سنت الهی اینه، باید کارگر تشویق کرد، نه اینه که هر کس خلاصه طرفدار ما بود ما کار به او بسپاریم، هر کس از حزب ما بود، هر کس از خون ما بود. این کشور نابود میکنه. در بعضی فصول ما در بعضی از ولایت ها ما میتونیم خیلی چیزا تولید بکنیم، ولایت های دیگه در اون فصل او امکانات نداره، اونا از اینا استفاده کنه، اینا از اونا استفاده کنه. کشور را مثل یک خلاصه باغی که انواع میوه داخلش هست باید بهش توجه کرد. آقا قندهار باید چطور ازش استفاده بشه، بلخ چطوری از امکاناتش استفاده بشه. مثلا کندوی افغانستان قندوزه، درسته؟ چطوری ازش استفاده بشه، از فاریاب چطوری استفاده بشه، از سریپول چطوری استفاده بشه. باید یک صاحب دلسوز همه کشور را مدیریت کنه تا فرزندان این مادر همه غنی باشن، همه کار داشته باشن، همه درآمد داشته باشن. همه اینها شدنی است. بیاییم با اصلاح نیت، سیاستها، رفتارها افغانستان را به سرزمین کار، عزت و امید تبدیل کنیم. تا جوانان ما به جای مهاجرت دنبال سازندگی باشن، دنبال پیشرفت باشن. جامعه ما یک جامعه منتظر کمک خارجی نباشه. تولید و پیشرفت را بیاییم تجربه کنیم. میشه. اسلام منافع عمومی را بر منافع فردی و گروهی مقدم می‌داره. حکومت را موظف کرده که رضایت و صلاح عموم را معیار اصلی قرار بده. این وظیفه حکومت هاست. هر سیاستی که به تقویت وحدت اجتماعی و عدالت بیانجامد چارچوب منافع مشروع ملی و قابل دفاع است. همونی که قرآن میفرماید لولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع. بابا برای که نظام پایدار باشه باید دست پدری و مهربانی و لطف به سر همه مردم کشیده شود.